بیا تا بهت بگم چه جوری با 140 میلیون این پارس مدل 85 رو خریدم. یک ماه تموم دیوار رو زیر و رو کردم که یهو دیدم یه پژو پارس مفت آگه کردن که خوراک واسازی. برای همین جنگی با ماشین چینیم رفتم بالا سرش و توی نگاه اول ماشین سالمی به نظر میرسید. برای همین گفتم بشین بریم کارشناسی. ماشین 4 5 لکه رنگ داشت ولی سقف و ستون و دراش بیرنگ بود، شاسیاش هم سالم بود. گفتم بنازم یه مکانیکم بریم و تموم، که فنیش هم نشون دادیم و سالم بود و من قراره لوازمیش هم بکنم. خلاصه که رفتیم دفترخونه برای انتقال سند و ماشین رو تحویل گرفتم و راه افتادم سمت خونه. از ایرادات ماشین بخوام بگم، فرمونش تو ساعت بالا بندری میزنه، از درز کاپوتش یه نیسان با بارش رد میشه، درزای عقب ماشینم تنظیم نیست و از ایلیکس بودن فقط لوگوشو داره. داخلش هم از پنل بخاری بگیر تا در داشبورد و شیشه جلوش داغونه و همشو باید نو کنم. باور کن من گول این ماچ رو گلگیرشو خوردم که اینو خریدم. ولی خب یه سری نکات مثبت هم داره، مثل کنترل وسط و شیشه عقب برقی، چراغ مطالعه سقفش که بعد 20 سال داره هنوز کار میکنه و آینه های ماشین که برقیه. این ماشین قراره 0 تا 100 بازسازی و فول لوازم بشه. برای دیدن ویدیوهاش پیجمو فالو کن.